شوری اصلا میکنی این کارو اصلا بخوام بگم خب ببخشید داشتم تو بگی حقیقت چی بگم اصلا نمیکنن با تنفر میان گوش میکنی کانادا داره زمان میکشه زمان مزارایی میشه میشه ماضی استمراری آره میشه کانا میشه این مزارای آره میشه ماضیه بزرگترین کنسرت چی؟ کنسرت مهر بزرگترین کنسرت چی؟ کنسرت این ما میخوایم الان براتون برگزار کنیم. میخوایم یه چیزی میگم باورتون میشه؟ وقت تموم شد. آره. خوبه. میان برنامه پخش نکردیم. بله. بسیار خوب. اگر اینجوری هست من اصلا دیگه نمیام. خداحافظ. معذرت میخوام. اینجوری بخواد وقت تموم بشه. سلامت بشه. خب خیلی ممنونم از اینکه برنامه ما رو تا پایان تماشا کردین. فرصت برنامه انصافا خیلی کم شده و به نظرم کارشناسای ما همه دلخور هستن از این بابت. هشت سال کجا کدوم زندان؟ همه جا من بودم آقای علیخانی. از زندان همدان تبعید بودم، مشهد وکیل‌آباد بودم، قزل‌سار بودم، همونجوری خریم، قرچک، شوراباد، نمیدونم اوین، رجایی، همونجوری زندانا دیگه منو قبول نمی‌کردن. میگن اوه برو 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 برو، این قبلا خراب کرده، این زندانو به گوه کشیده، این زندانو به گوه کشیده، گوه کشیده. میگم بیا کارت دارم آقای رئیس، برو خانم هیچ وقت تو زندان شما نرفتی پیشش که بخوای قطع امید کنی؟ 35 تا 70000 35000 تا 70000 4560 نه 35000 تا 70000 456500 نه 35000 تا 70000 35000 تا 70000 مثلا 40 خورده هزار 50 خورده 40560 از 105000 تا 140000 100299 نه 105000 تا 140000 مثلا 189000 120000 هزاران نفر رو بر اساس این بمب‌های همه کسکش و اینا میریخت. ما رفتیم خدمت حضرت امام در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. خانم من خیلی معذرت میخوام یه لحظه یه سری تصویر بگیر ما صندلیمو درست کنیم. خب بخوایم ما هم دیگه عکس ببینیم. عکسی که ملاحظه میکنی عکس بزرگ بشه. ممنون. بله کاملا معرف حضور هست این تصویر و اینو که من دیدم یاد این جمله افتادم، اینایی که میگن بار اولمه. خیلی خوبه، یه بار دیگه پخش کنیم پاش. بله کاملا معرف حضور هست این تصویر و اینو که من دیدم یاد این جمله افتادم، اینایی که میگن بار اولمه. شب و روزگار خوش. در واقع باب اسفنجی کیک مخمل قرمزی. مخمل قرمزی ما این رنگ در واقع این مدلی خواهد شد. دوستان ملاحظه بفرمایید نهایت و فرجام این زحمت در آشپزخانه برای کیک پزی امشب همین خواهد بود که نوشته شده سالروز ازدواج مولا علی علیه السلام خانم فاطمه زهرا گرامی باد. نوش جونتون. میل بفرمایید. در لحظه آخرم با این خدای من کیک افتاد. اشکال نداره یه کیک دیگه اینجا دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. آخرین برنامه من خواهد بود. کیک افتاد. اشکال نداره. تپش قلب گرفتم. یه کیک دیگه اینجا هست. من عذرخواهی میکنم. هزینه این کیک رو من پرداخت میکنم. نه اشکال نداره. میریم سراغ بخش هنری. خواهش میکنم با من همراه باشید تا من خطا در واقع کار بدتری نکردم. عذرخواهی میکنم. من میگم ایران قویه. ایران قویه؟ نه. چی قویه؟ یعنی ایران قویه کشور آسیا رو میزن. آفرین. ایران قویه و کشور آسیا رو میزنه. بعد دیگه چی؟ بعد به جام جهانی هم راه پیدا میکنه. بعد ایران به جام جهانی هم راه پیدا میکنه. بعد ایران اگه بره جام جهانی چه رشته‌ایه جام جهانیش؟ جام جهانی آمریکا هست. نه چه رشته‌ایه؟ تو رشته آسیا. تو رشته آسیاست ایران میره و خب دیگه چی؟ دیگه هم خیلی ممنون. منچستر هم دیگه نگم دیگه. وضعیت تیم
اوله گونار سولشر خیلی سولشریه. چرا محتاط قدم بذاریم؟ خب بالاخره خب سرنوشت خودمونه. یه وقت یه جایی بخوایم اشتباه کنیم ممکنه بلایی که سرمون خودمون مثلا بچه خودمون هم یه وقت دلیل خنده مشترک من رضا یک چیز بسیار عجیبی بود در صحنه و کار کوچولوش بود. خیلی رضا ادامه بدی شما. خانم شما نخند ببر. بگو قول بده. هم باید یه خورده. ببینید این بحثی که فرمود در مورد زمین خاری، این رو توضیح بدم. ببینید اون زمین هایی که خاریده شدن، اون کوه هایی که خاریده شدن با همین اسناد رسمی خاریده شدند. توجه می‌فرمایید؟ یعنی سند در آورد. 18 تیر ماه تولد کیمیا خانم عزیز. به چقدر عالی. انشالله که خوشبخت باشن، انشالله که زندگیشون زیبا باشه. خیلی ممنونیم از شما. یک مادر مهربان و ورزشکار و عزیز، معلومه که یه همچین عروس و آقا پسر گلی داره و اینکه متشکریم از اینکه تماس تلفنی برقرار کردیم و با شما صحبت کردیم. ممنونیم. صبحتون بخیر باشه خانم ترکمانی عزیز. خواهش می‌کنم. متشکرم از تماس شما. امیدوارم که خدا به شما هم سلامتی بده، خوشبختی به همه جوونا بده و این خوشبختی شامل حال بچه‌های ما هم بکنه. مامان جان پس ما ناهار میایم دیگه. امروز که ماه مبارک رمضانه. بله ایشون دیگه عروس داماد کاملا ناهار عید فقره که افطار. سلام حال شما خوش اومدید. سلام آقا جلال. مردم که اینقدر حرف شما رو گوش میکنن بفرمایید بینیاشون رو عمل نکنن. بینی هرچی بزرگتر باشه بهتره. 914 آخرش 201. خیلی چیزای دیگه هم هست که بزرگش بهتره. منتها خب دیگه حال نمیشه راجبش صحبت کرد. به حال وقت برنامه اجازه نمیده. ولی حقوق بزرگش بهتره، کار بزرگش بهتره. مادر شوهر ولش کن. الو. سلام بابا. سلام بابا. میخواستم یه چیزی بهت بگم. چی شده؟ میخواستم بگم ممنونم به خاطر اینکه وقتی خودت گرسنه‌ای اول از همه سعی در سیر کردن من داری. دوست دارم تا ابد. چی میگی؟ روزت مبارک. میدونم هیجان زده شدی. یه بار دیگه بهش بگی. گفتم ممنونم ازت به خاطر اینکه وقتی خودت گرسنه‌ای از شکم خودت میگذری اول از همه سعی در سیر کردن من داری. دوست دارم تا ابد. روزت مبارک. باش. همین. بله. کجای تو میگم فاطمه؟ دارم میام. الان سه تیم کنار ایران بگو. اینا که گفتی هیچ کدوم نیستن جام جهانی. سه تا تیم بگم که الان سه تا تیم بگو. مثلا میگم بایر مونیخ. خب نمیدونم بایر مونیخ هم خوبه. آره دیگه چی؟ منچستر سیتی یا منچستر سیتی مثلا. آقا دیگه چی؟ آقا ایران راست میگه. ایران تو برزیل ایران تو جام جهانی بگو. اسم یه بار دیگه اسم تیم‌ها رو بگو. بایر مونیخ، منچستر یونایتد و اون اسپانیایی کیه؟ رئال مادرید. نه رئال مادرید که ولش. بارسلونا. آقا ایران تو جام جهانی با این سه تا تیم بازی میکنه. میبره؟ آره. نه شادم نبره. نه میبره. خدایش میبره. کجا میبره؟ بازیشون هم دیدم. خدا شاهده دیدم. قشنگه بازی. خیلی بازیشون هم تمیز. یعنی بازیشون هم در مقابل همین آخر بازی کردن که کدوم کشور بود. یعنی اصلا از نظر تیمی از نظر تیمی خیلی خوب بود. از نظر تیمی از نظر مثلا اصلا از هر لحاظی خوب. اصلا خدا شاهده. از لحاظ اقتصادی چی